با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان. درود و سلام دارم خدمت شما عزیزان. رضا حجت انصاری هستم با یه برنامه دیگه از برنامه‌های کار با پورتال سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور در خدمت شما هستم. خدمت شما بزرگواران عرض کنم تو این برنامه میخوام در خصوص مشاهده گواهینامه‌ها یا استلام گواهینامه‌ها صحبت کنم. خب ما یه برنامه داشتیم، توضیح دادم چجوری میتونیم گواهینامه‌ها رو حق صدورش رو پرداخت کنیم و یا حالا تعویض تمدید هر چیز هست. برسیم به مرحله بعد که می‌خوایم گواهینامه خودمون رو دریافت کنیم یا اصلا گواهینامه‌ای که قبلا داشتیم پیدا نیستن، چون الان دیگه آنلاین شده، نگران گم شدن گواهینامه هم نیست. کجا باید بریم، چیکار باید بکنیم گواهینامه خودمون رو ببینیم چه گواهینامه‌ای. خب اینم مثل همه کارهای دیگه مراجعه می‌کنیم به سایت portal tvto.com یا با سرچ پورتال سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور وارد این سایت میشیم. تو این سایت تو قسمت باز هم آزمون‌های مهارتی یه قسمت داره، مشاهده گواهینامه‌ها. قسمت مشاهده گواهینامه‌ها رو که کلیک میکنیم این صفحه میاد. تو این صفحه اطلاعات خیلی کمی میخواد، یعنی کد ملی، شماره شناسنامه برای اونهایی که دقت بفرمایید، برای اونهایی که شماره شناسنامه ندارن کد ملیشون همون شماره شناسنامه‌شونه. کد ملی رو دوباره درج میکنیم. اگر قبول نکرد عدد 0 و اگر دوباره قبول نکرد گاهی عدد 1 رو میذاریم و قبول میکنه. پس بنابراین این یکی از خطاهایی که باهاش روبرو میخوایم بشیم و از الان آمادگی داشته باشیم. ملیت ایرانی. قسمت دریافت فایل پی دی اف رو هم فعال بفرمایید که بتونیم فایل پی دی افش رو دانلود کنیم. من الان کلیک میکنم. خب بعد از اینکه این فرم رو پر کردیم این قسمت باز میشه. همونطور که میتونید ببینید تو این قسمت تمام گواهینامه هایی که من دریافت کردم اینجا وجود داره. میتونم همشون رو با دو تا کیفیت یا متوسط یا عالی به صورت پی دی اف دانلود کنم. دانلودش رو میزنی گواهینامه شروع میکنه به دریافت. همونطور که میبینید من الان دانلود میزنم، بازش میکنم و این گواهینامه منه. امیدوارم این آموزش هم براتون مفید بوده باشه و بتونیم برنامه‌های خوب دیگه هم با هم داشته باشیم. تا درود دیگر، بدرود.